سلام علیکم دوستانی عزیز. شما از کمشایی موی سرطان حس میکشید و از کمشایی ریش و میخواهید بزباله شید و برعکس خراب شدن میخواهید و سفید شایی پوست شما را اذیت میدهد. پس هیچ خواطر نباشید و شما یک از کمپانی باورناک رو پیشنهاد میکنم که با خواست الله و با کمک دستگیری اینها به همه آرزوهایتان خواهید رسید. با رقم‌های در روی اکرانتون بوده زنگ زنید. حتما با شما کمک میرسانند. در صفحه به شهرهای مسکو، اکاترینبورگ و سن پترزبورگ در مدت 1 ساعت است. یعنی در مدت 1 ساعت شما میتوانید این چیزها را دسترس نمایید. و به دیگر شهرهای روسیه باشد در مدت 3 روز میتوانید دسترس نمایید. حتما زنگ زنید. شما را انتظار هستم. متاسفانه از بازی برآمدید. میبخشید. ای چیکار کردی تو؟ اعتراض نکن کمال. از بازی برآمدم. معذرت میخوام. حاضر من تو را ملیس غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشد. هورا ما غالب شدیم. میایم عزیزم. خدای مهربان شکری به اندازه میکنم. ما زیا زهرا زیا لبای زهرا زیا گوش میکنم زهرا تو گپ زده ایستاده ای زیا این تنها زیا میگوید کو زبانش شده نشده است. ما این چل میشودن در راه درست خان، در راه درست. ادرنالین رو باید زیاد کنیم. حتما زبانش گشاده میشه. اوف باز مسابقه میکنیم اگر زهرا باز کنده رو رها نکنی. با خدا که من از مار بسیار میترسم. وقتی که مرا به نزد مرغ فرستادی خوب بود کن. چی خیره؟ من با دلم گفت زده میتوانم. از همه زور تو هستی ملیس بین. من براحت هستم. انیق در این مسابقه تو غالی میبرای دختر. با پیش. بله مرا تعریف کن. وقتی که به نزد مرغ افتی بعد ببینم تو رو. سنم جان نمیخوام که خودت رو اذیت دهی. طاقت که نکردی خودت رو پرتو. چی گفتم میخوای هجری؟ توب نمی آرم؟ یا اینکه تو مرا فربه گفتم میخوایی؟ که این گپ رو گفتم. سلطانم برای تو راضیم که به حوضی پر از مار بیفتم. از بلندترین قله ها و زمین بیفتم. تو دستانت را خسته نکن. رها کن کنده را. من بیفتم به آبی خنک افتم. رها کن سلطانم. ای ملیس دیگر طاقت ندارم. با خدا طاقت ندارم. مادر رها کن از برای خدا. گویا که تو میافتیده باشی. نامزدی دیوانه از میافتد آخیر. ملیس ازمی ای جنابی ازمی دیگر طاقت ندارم. زن زهرا هرگز رها نکن. زیاه معذرت میخوام زیاه. گپ زد. با خدا که گپ زد. هجری من دستانم رو حس نمی کنم. تمام سنم جان خسته شده باشی سرد من میافتم. خاموش گفتم من غالب میشوم. بسیار خنده و ورزشی سنم. تو فکر میکنی که غالب میشوی؟ خودت رو نشان ده ملیس. از همه با قوت تو هستی. سنم در نزد تو شانس ندارد آخه. البته. چی شده ایستاده است؟ ملیس احتیاط کن مستحکم بدار. کمو دستم میلنگد بخشیش میپرسم. ملیس خدایا شکری به اندازه به درگاهت. شکر که ما را غالب کردی خدایا. خوش جفتی سنم و هجری غالب آمدن. ترسک به افتخارشان. هجری من غالب شدم. هجری من رو دیدی؟ من غالب شدم. تمام سنم رها کن. غالب شدیم تمام. من غالب
شدم من عزیزم من غالب شدم احمیدیم سنم پایان شود اما چمپیون منم من زیو معذرت میخوام زیو مهم نیست جانم مهم این که تو گپ میزنی پروا نکن زیو معذرت میخوام زیو آخر گفتم که مهم نیست آخر تو پروا نکنه زیو معذرت میخوام زیو آخر گفتم که چیزی نیست زیو معذرت میخوام زیو چه خیلی چی گپ است برادر تو که بر این یک گپ را تکرار کرده می‌ایستی نه تا حال زبانش کشوده نشده است یعنی زبانش برای دو کلمه کشوده شده زیو معذرت میخوام زیو رفیقان در راه درستی میگویم در راه درست ادرنالین را بسیارتر بسیارتر زبانش را میکشایم موفق میشویم مسابقه بازی میکنیم مگر مونده شدم آخر خسته شدیم آزمی جان سلطانی باید چیکار کنیم اوف زود زبانم شده شود زیو معذرت میخوام زیو اوف رفیقان وقتی مرا هر کسی که یکم میرسد غالب میشود با پیش تزدم حقیقی منم از سه برانه بگذرد زود باش آزمی جان زود باش جانکم زود باش چیکار بکنی ناخلاف شرمه بکنی از پدرت تک میگذری پدر اجازه ده تو را گذارم نامعقول کردی زیو ما غالب شدیم زیو نه جانم با خدا تو را پرتافته میروم آرامیش زیو آرامیش زیو خوب هستی خوبم باز دیگر چیزم گفتی که یا گپ زدن را شروع کردی گپ زن خوب هستی زیو وایداد باز به این نشستیدی یکان چیزی دیگر بگو آخیر گپ زن کنی خوب هستی زیو خوبم یا خدایا اوه عزیزم ما غالی برآمدیم ما میان ما شکست سنم هجری تو باز مرا فربه گفتن میخوری ما اینجا در مسابقه بازی داریم تو باشی عصبی مرا خراب میکنی آخر من چی گفتم که چمپیون شدیم بیا خودسندی ما کن غالب شدیم ای چیکار کنم پدرم است گذشته نمیتوانم کاش او غالب میشد در جوانیش توربا بود حاضر باشد دیزل شده است ما خطی مرا رو گذاشتیم دویم شدیم جنابی آزمی خطی مرا رو گذاشتیم مرا با گپ گرفتی با گپ نمیگرفتی یکم شدم خوش رفیقان به آخرین بازی که ادرنالین زیاد دارد آمده رسیدیم البته که در این بازی برای زنده ماندنتان باید شریکانتان بسیار با دقت باشند زهرا اگر در این بازی گپ نزنی من میدانم زبانی تو رو چی شل کشایم از پشت تو شده همون میمیرم خوش اشتراکچیان عزیز قاعده های بازی بسیار آسان است اگر هر نفری که سبی بالای سر شریکش را رساند غالب می شود اگر یگان وضعیتی ناگوار رخ دهد اگر یگان کس تیر خورد دکتران و طبیبان در اینجا آماده هستند همه آماده هستیم نیستیم آزمی جان با من نه بس باید رسانی با دقت باش جانم عزیزم هجری بسم الله گفته به پرافق میدی زیاد معذرت میخوام جناب عزمی آماده هستید تیرانداز حقیقی منم یکم شما تیر می اندازید آزمی جان با دقت باش آزمی جان جیگرم با دقت باش میترسم دختر گپ زن از پشت تو میمیریم آخر ما
زیو معذرت میخواهم زیو. ای من زبانی تو رو خدا رو شکر زنده هستم. مادر جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقتون رو حلال کنید رفیقم. زیو معذرت میخوام زیو. اوه هجری رو بین. هجری رو ببین. ماشاءالله ماشاءالله با قوت ایمان پراند. سیب میخری؟ غیر از دیوانه دیگر همه به سیب رساندن. من هم باید رسانم. خوش زیو نوبتی تو است. زیو معذرت میخوام زیو. خاموش باش، آخر دقتم را پریشان میکنی. اکنون نوبت دخترها. تیرها آزاد است. تورین میتوانی پرانید. شرم نکن پران سلطانم. تیری که تو می اندازی راست به قلبم میرسد. منتظرم. سلام درودی به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم و کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه به وقت خوش با سر بلند با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر آمده نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تایدم آمده شما را میگیرن برای شما سر بلندی سرفرازی توانه میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. پدر دکتران در حال او را از نظر گذران. مثلا خاموش بی تربیه. خالی خدا تا کن. شده شما ایش گذشت است. تمام. همش زیر نظارت است. مسابقه را ادامه میدیم. رفیقان مشکلی نیست. ملیس جون، شاید نیست که به سیب رسونی. تو ما رو به این هم در دلم پرونده ای، در قلبم. گپ رو کم کن. حلالت باد ملیس، دلم رو دو پاره کردی به خدا.
آرام باش صنم جان. سیب در اینجاست. هجری نترس، تمام عزیزم حاضر میپرونم. خودت میبینی. می آید. معذرت میخواهم سیاه. پرونده نتوانید. زیا معذرت میخواهم زیا. پران مرا پران، از این عذاب جانم خلاص شود. پران دختر پران، از کلتکل از جانمون خلاص می شود. زیا معذرت میخواهم زیا. ای دختر شوخی کردم من. استادم را کشته. جنابی داور التماس گوش کنید. دکتر با ما گفت که اگر زهرا ادرنالینش زیاد شود زبانش گشاده میشود. التماس با ما یاری کنید. خیلی یاری میدیم. آخه این خیلی شوک هیجان یگون چیزی گوید که ادرنالینش زیاد شود، یعنی که بالا رود بالا. فهمیدم زیا من زیا معذرت میخوام زیا. رفیقان اینجا رو خالی کنید. هر کس کارش رو کنه. لطفاً خیزید. اینجا رو خالی کنید. اجازه دید کارمان رو کنیم. با اجازتتان رفیقان دور شوید. یا خدایا. رفیقان متاسفانه جناب زیا را از دست دادیم. زیا معذرت میخواهم زیا. معذرت میخواهم ای دختر اینجا دوست داشته از مرده است. تو با که حال هم زیا معذرت میخوام زیا گفته ایستاده یا؟ استاد زیا مرا تنها گذاشته نرم زیا. آها و فکرم زبانش گشاده شد. زیا مرا تنها گذاشته نرم زیا. مرا تنها گذاشته نرم زیا. مرا پرت گذاشته نرم زیا. نمی شود باز پای این کلمه شسته. ای زهرا چرا مرا میزنی؟ آهسته مرا نزن. زیا مرا پرت گذاشته نرم زیا. ای ایستا خیر بیگان جو نمیروم مرا میکشی. نزن مرا. زیا مرا تنها پرت گذاشته نرم زیا. ای باز همون حرفای تکرار باز همون گفت. یک رهایم کن. یک سیز کافی تاخیر کافی یک سو هم آخر گرد بزنه. زیا معذرت میخوام زیا. با کجا رفتی نودم؟ جناب زیا یک طرف ایستا. خودم را میکنم. چیکار میکنی؟ با خودم را میپرم. تو چیکار میکنی؟ چیکار کنم هجری؟ در دنیایی که زبان زهرا گرفته است زندگی کردنم حرام است. زهرا زبانت را کش آخر گرد زن. این آدمی بیچاره دیوانه شد کو؟ به این هم او دیوانه بود دیوانه تر شد. زهرا کمی گپ زن بین اکای زیا خودش را برای تو میکشد. الوداع زهرا. زیا ایست نفر را. زهرا اگر این گپ را باز میسی توتی تکرار کنی من خودم را میکشم. خدا. زیا چی کار کرده ایستاده سلاحت را پایان فرار التماس. زهرا؟ زیا رها کن آن سلاح را. زبونش کشوده شد کو به خدا. زهرا زبانت کشاده شد مگر؟ ینگه تو چی ها گفته ایستاده ای؟ آدم خودش را کشته ایستاده است. تو باشه چون که ها گفته ایستاده ای؟ خدایا. خدایا. غالب مسابقه معلوم گشت. غالب مسابقه جفتی هجری و صنم شدن.
این چی خیل شد؟ چمپیونی حقیقی مایم. زهرا از اینجا میرویم جانم. با تو باید خصوصی صحبت کنم. زیو معذرت میخوام زیو. زهرا شوخی کردم. جناب کسانی که برای کشتن برادرتان به جنگاور یاری دادند اینها هستند. تاتاکیلاس، کمال سیاه، کنان دیوانه، نمیر، شرف، کمیسر اونال، کمیسر لوند، هجری، عدنان جسور، بابای قادر، شوکت. همتان را پاره میکنم. سردارم سمی در ایرپورت گریختنی بود که سپوریش دادم در قبضن آوردنش. سمی گفتی؟ یا در پس پنجره محکمه. کی رفتیم؟ رفتیم. ها ابله تو با سقراط یک جای کار میکنی؟ تو چه خیلی آدم بیشرف بوده یا؟ تو چه خیلی آدم بوده یا؟ اکه اونا سقراط مرا مجبور کرد. مجبور شدم. از بالای تو شده من بهوده از پسی کلتاکیلاس دویدم. اکا کلتاکیلاس به این هم جنایتکار است. به خدا باور کنید. این رب گم شو. اکا سقراط را کلتاکیلاس کشت. گناهکار است. انبار را هم او ترکاند. اکا بعد ترکیش برآمدن او را خودم با همین چشمانم دیدم. بعد با سقراط در آن ترکیشی که در انبار شده بود نمرده است. کدام آدمی پیش از ترکیش در مابین قاش دلش پرانده است. سبب مردنش این است. شود و خیرکه اینش رو هم او کرد. البته پیش از ترکیش من صدای تیر سیلاب را شنیدم. بعد از اون ترکیش شد. میدانستم لوند. میدانستم. با خدا دیگر هیچ صدی راه نیست. سومن را گرفته می آیم. در حال خاندار می شوی. مثل شوخی سمیخیل نه؟ آخر زیو مثل خوب است. بسیار خوشحالم که بنفشه جون باید میدیدی که اکا چه خیلی مسابقه میکرد. میدونی که در پشتش مرا سوار کرده 100 متر دویده ریکورد گذاشت. اکا راست میگوید؟ البته که راست میگویم. بنفشه جون میدونی کاش مرا هم در مسابقه در کنده آویزان غالب شدنم رو میدیدی. تنها به خاطر آنکه هجری به حفظ مرغان هفتاد گفته کنده رو این خیلی در آغوش گرفته. به دست پنجه چیکار نکنی؟ ایست پایم را سوزانده. اکا خوب هستی؟ پوف کن بنفشه. خدایا شکرمه. چیکار کردی سلامت برای خدا؟ آخر سوختی پایت رو آب شپیدم ای؟ آتش بود که آب شپیدی ای؟ اکا این دختر تو رو میکشد. او به دست و پنجه است. از این دختر جدا شدنت لازم. واهی من نکن بنفشه جان. چیزی نیست. خوبم. همه آدم خیلی خطاگی میکند. اکا تو خوب هستی؟ نمیفهمی مگر این دختر بسیار خطرناک است. هجری یک لحظه نمیایی؟ نه اکا جان نرو. در اونجا به تو باز چیزی میشود. بنفشه در آشخانه به من چی میشود؟ نه اکا نرو. معلوم نیست. بنفشه گفتم که واهی من نکن. اکا
سلام و درود بپایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم و نگفتن است که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورناک به همه چیپته های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه، مسکو، پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غریبی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنار روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنن و آدمایی که عائلوی سفر میکنن حتما 35-40% سکیدکه کرده می شود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمام چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما میتوانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. آمدم سنم جان. هجری جان، من شستشو کنم تو آبگردون میکنی جانم؟ البته که میکنم. هجری جان، با فکر تو ما هم جفتی بسیار شیرین نیستیم مگر؟ مثل سیب دوپاره هستیم ما. با فکرم یک دیگر رو کامل میکنیم. یا خدا! هجری، چی شد؟ در پایم شیشه در اومد. ایست نه جان، ایست بینم. بیست هجری جان ایست. اکا چی شد؟ بنفشه در پایم شیشه در اومد. وای، من نفهمیدم، از دستم لغزید افتید. تمام. خوب هستی؟ بنفشه، ایست من ببندم. نه از اینجا های اکم رو میکشی. تو چه خیلی دختری بهونه رستی، کمی با دقت باش. وای، من بسیار دیق شدم. از حد گذروندی، رفت در خونه از دیقی کن. مگر من میخوام به هجری ضرر رسد. ناگهان شد این کار. انیق ناگهان شد. چیکار کردی بنفشه دختر رو گیروندی ها؟ چیکار کنم اکا؟ او تو رو میکشن. هر دو شما بسیار بد هستید. کار کردم، میروم من. مایده چند؟ چیکار کردی بنفشه؟ قهر کرده را؟ چیکار کنم اکا؟ بگذار رود. از مردنی تو خوبتر است. نمیشود. من باید رفته دیلش رو به دست دارم. سفسطه نگو اکا. مایده چند؟ خانم؟ زیا؟ لبای؟ این خیلی باشد رزی توی من را معین کنیم. خوب جانم؟ میکنیم. من هم به زودگاه همان رفتم. بیتول و سومن را گرفته میارم، آنها هم اشتراک کنند. میشه جانم. بسیار خوشحال هستم جانم. من هم. دیگر هیچ کس در راهی توی ما شده نمیتواند. خدا پناه دهد، چشم نرسد. زیایت نه. بگذار بیاید، هیچ گم نیست، آزاد شدم آخه. زیا، راست به نزد ما می آید. بله، آید، هیچ گم نیست آخه. زیا، سلاح برآوردن. چی گم باشه؟ زیا، دوید ایستادن. یا خدایا عجبا، اینها فهمیدن که سقراط را من کشتم. چی؟ سقراط را تو کشتی؟ نه نکشتم، چسب و چسب کردیم که مرد. زیا گریز زیا کلاس بهتران زیا گریز. حکمنالی تو که سری کردیشم. ایستا، تسلیم شو. چرا اون آدم را کشتی؟ نه نکشتم، خودم را محافظت کردم. بشرف، کشته یا خیر؟ همین دیده است. سمی بشرف، وای پینام. نمیسم بقا میگه. ایست میگویم وگرنه میپرونم. سردارم مسجد در آمد کو؟
حضرت داملا خدا نمازه خونگی ده قبول کنه مرده که قد بلندی برود میزنه دیده مرده چیزا گفته سمه این قلبت باد بود چی بود سردارم همین کرد تکلش بود که سله و جلک پوشیده رفتیم بیشترا و ما سهری پاپ گفته چی را نشاندی آدمی پاپ اکا جا ما یک فشور نمودی دیگه شم میدونم التماس ادومم ندوین من حل میکنم چیل حل میکنی؟ اینجا بیا نگوره بخشش حضرت دامولا میبخشه بخشش جناب پاپ. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ چون همیشه گریخته ایستادم. کیلسه کی میگریزی؟ مرا یک سو گذار باز کنعانی دیوانه است از پسر. یا خیر من کارو کلانتر کردم بابای قادر. بابای قادر گفتی؟ آشنا تو چیکار داری با این بابای قادر؟ بدبخت ای من خواست که دخترش جادوگری کنم میفورش که همه دختر لینگدروزش ای داملا هجری جدا شود در یک سکن تو کدام دادمش بدبخت همه را خورده. آشنا سرت را در این بلا گرفتار نکن آخر. به کدام طرف میگریزی؟ طرف قبله. خب من هم با آن طرف میگریزم. یک جای میگریزم. یا خدایا آمدن. سردارم او طرف گریختن. ایستد کمیسارونال اینجاست. پاپم قطعش گریخت رفت. چی علاقه دارد؟ کاتاکلا دامولای ساخته است میگریزد. پاپ چرا میگریخته است؟ ممکن امور هم پاپی ساخته باشه. کلیدا زود باش. اوه تو جواب این همه رو میگویی. سانم بنفشه این خیلی گفتن نمیخواست و نیت دیلی تو رو شکستن نداشت لطفا در اکشو گپ زنیم دیگر با تو گپ نمیزنم اینجوری تو همیشه پشت خواهرت رو میگیری سانم جان از برای خدا در اکشو صحبت کنیم سانم نمیکشایم فهمیدی نمیکشایم تو با نزد خواهرت رو به این هم تو مرا دوست نمیداری تو همیشه طرف خواهرت رو میگیری سبحان الله سانم جان التماس در اکشو صحبت کنیم سانم ایستد بچه ها شما چیکار میکنید؟ چون این خواب ها رو کشید؟ احمد بچه ها چرا شما جنگ میکنید؟ اول آنها سر کردن لکه هجری میگویند که خیالی از جنگاور زورتر است با گفتن که جنگاور زور است باز من آنها رو میزنم اکای هجری لباس های جنگاور تمام شد ما لباس های خیالی رو خریدیم شما میزنم آنها رو ایستد کنی بچه ها ایستد بچه ها این کاری کردهتان درست نیست شما جنگاور را نادرست شناختید جنگاور برای از همه با قوت باشد گفتن نمی جنگد پس برای چی جنگ میکنند اکای هجری؟ جنگاور به خاطر عدالت و انصاف حرکت میکند جنگاور هرگز کسی را بیگناه نمیزند برای همین شما هم به خاطر شهرت نجنگید بچه ها شما باشید این لباس های خیالی رو برارید خیالی آدمی بد است اکنون نزدکک رفته بازی کنید مصطفی بلال برهان احمد مرا فهمیدید شما خیر بچه ها تو بازید احمد تو دست رو غم نده با امر ما رو دیر کردن گذب شد گوش کن نبا
شرکت بنزین تمام شد. خیلی خدا لعنت کنه. رفتیم باز اینجا به دستی اونا نفتیم. بابا چه ایجابی جو کجا میشد؟ خمارخانه است. خمارخانه؟ بابا چه گفتن کازینو رو واسطه بدن؟ باور که برادر من باید بازی کنم. کدوم بی‌شرف پولای مرا ای پس کریستال دیده. باید بازی کنم پولدار شوم. شرکت سفسطه نگو خبشی. اونم از پس همان است. از پس همانه؟ از پس خدا. ای پس تو که هسته جواب تا بگو. من رفتم. اکا پاپ اومده است. آمده باشد آمدن گیرد. چرا روی راست میگویی به عقل؟ نه اکا پاپی حقیقی آمده است. چی میگویند؟ پاپ باز ساخته هم میشود. این از کجا بار آمد؟ این کازینو را که شده؟ هم قیاد کردم بازی رکی. جناب پاپ تو راحت رو خطا آمدی به فکرم. نه درگاه مایه پرای نپرید. جناب پاپ در نصرانی ها قمار بازی جایز است. سین مایده یه هفته بر جایز است. بکش علیدین رحمت مدام جو کلان شدگیم. کو بینم تو؟ پاپ را از پاپ می آید. در دستش همش سرخ است. ای بسیار فکر نکنی؟ درگی مایی تقدیرم امروز بلندی کرد. معذرت میخواهم جناب پاپ. هیله بازی کردی بدبخت. چه خیلی هیله؟ برای پول را ندادن گپ‌های افلاس میگویی؟ به این گپ‌ها ما فریب نمیخوریم. یا پول را میدهی یا در این میز میموری. اکا دامولو آمد. کدام دامولو؟ حالا این را نکشته. اکا اگر پاپ را کشیم چرا دامولو دعوت کردیم؟ باید پاپ دعوت نمیکردیم اگر. شما چی میگویید؟ ما را اجازت دهشیدیم. چی گپ است؟ خودش چی گفت؟ یکی دومولو یکی پاپ. انا به شما دنیا همه فریبگر بوده است. خیر بیا برادر تو قطعه ها رو تقسیم کن دیگر اهمیت نداره. ای دومولو شما این کارو نکنید. خیر نبودی این پاپ اما شما دومولو هستید. ای بس گناه هست. ای بو گناه تنها برای ماست مگر یا خدای مهربانم برای تو گناه نیست مگر تو چرا بازی میکنی؟ این خیل باشد گناه از ما گذشت دومولو. تو رو هم مثل این پاپ مخلوق میکنیم. خب کنی بیاده. چیزش بگی؟
چی گپ است؟ آخر تو دامولا هستی چه خیل میبری؟ چی شد؟ وقتی که بریدم حیران گشتی؟ آخر اینها دامولا و توپ نیستن، انیق پلیس هستن. ای بچه چه پلیس؟ یک گپای میگی که آدم حیران میکنه. بچه ها اینجا پلیس هست، گریزید. ای بچه بستن. چی شد؟ ها چقدر ترسان کردن؟ بیچاره دوم خدا کنگی ریختنی؟ خیر خیز رفتیم، ما را پلیس خیال کردن، رفتیم. کار نمیکنی؟ چی خیلی کار میکنیم؟ زود رفتیم. آشنا اینها را رها کن. پول ها را از کجا میگیری؟ صاحبی اینجا گریخته رفت. گویا پول میدهد، بگذار. بعد میومم میگیرم مخی. رفتیم. اصلا من با شما قهری کرده بودم اما برای امر معروف اومدم. اکان چی گناه دارد؟ از پشت تو شده مرا جمع کرد. همینه؟ جانی من است. شو در مسجد هستیم، کم گپ زن لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جماعت، امر معروف امروزه درباره رزق و روزی می باشد. پروردگار تاکنون هیچ مخلوق را بیروزی نگذاشته است و نمیگذارد. خداوند انسان را کم رزق میکند و بی‌رزق نه. خدا انسان را در دارایی و در ناداری سنجش میکند. بدانید انسانیت در طول حیاتش روزی می شود که شاه می شود و روزی می شود که گدا. رزق از جانب خداوند است. بعضی انسان ها میگویند که ما مهنت کرده عذاب کشیده به چنین روزها رسیدیم، پولدار شدیم. از دانش و سواد و مهنت خودمان از این همه مال و ملکمان. آنها اشتباه میکنند جماعتی عزیز. رزق و روزی خداوند از سواد و دانش و مهنت بنده وابسته نیست. خداوند تعالی در این موضوع در کتاب مقدس در سوره زمر آیه این میفرماید. سوره زمر آیه 49 را بنگرید. خدا میفرماید: پس چون با آدمی سختی برسد ما را بخواند، سپس چون از طرف خود نعمت به او بدهیم بگوید جز این نیست که این نعمت بنابر دانشی که مرا هست به من داده شده است، بلکه این نعمت آزمایشی است ولیکن اکثر آنها نمیدانند. روزی بنده از باسوادی وابستگی ندارد. رزق و روزی اگر از سواد و مهنت وابستگی می داشت، انسان‌های نادان و جاهل ثروتمند نمی بودند. همچنین در قرآن کریم خدا در آیه 52 سوره زمر آیه رزق و روزی می فرماید: آیا ندانستند که خدا روزی را برای هر کی خواهد فراخ می سازد و برای هر کی خواهد تنگ می کند؟ و درستی در این کار برای قومی که ایمان می آورند نشانه های است. پس برای رزق و روزی غم مخورید. خداوند انسان را کم رزق می کند و بی رزق نه و به این واسطه ما و شما را سنجش می کند. در آخر برای آن انسان هایی که میگویند همه مال و ملکمان را زحمت کشیده مهنت کرده با دانش و سواد خود به دست آوردیم گفتنیم: نه برادر، چنین نیست، بلکه این نعمت از جانب خدا برای تو همچون آزمایش داده شده است و روز آن نعمت از دست تو به دست دیگری میرسد. محترم جماعت، وقتی از آن شد بعد نماز جنازه است. یک خواهر 20 ساله‌مان این دنیای فانی را پدرود گفت: از این شما عبرت گیرید. مرد پیری و جوانی نمیگوید. پس با امیدی که در پیری توبه میکنیم نشوید که مرگ شما را غافلگیر میکند و بعد از مرگ از خداوند تنها یک آرزو میکنید که دوباره شما را زنده کند تا عبادت کرده توبه کنید و سرتان را از سجده نبردارید. اما متاسفانه این وعده خداوند است. چون انسان وفات کرد دیگر راهی بازگشت نیست. تا دمی که زنده اید فرصت توبه را غنیمت شمارید و از گفته های خدا بیرون نشوید. خداوند تعالی این ماه رمضان که ماه مبارک است ما را از ثوابش بی‌نصیب نگرداند. گوش کن کمال، اگر طول یک هفته با هیچ کس جنگ نکنی به تو امکانیت میدهم. از راستی؟ بله، اما یک هفته با هیچ کس نمی جنگی. شد زیبایم. چی کاری شد نشد نمی جنگم، قول میدهم.
اوه ملیس جان، خودت را پس زده ای کو؟ چی گفته ایست دایی؟ آرام کمالی سیاه. یک هفته تنها یک هفته همه خیلی نیست؟ مگر با تو گپ زدم ها گوسفند؟ تو چی گفتی ها؟ وای یک هفته تنها یک هفته وای جناب فریدون با شما یک هفته پس با میخوریم میشود؟ امشب تو بر این ابله را من چیکار میکنم؟ باش کن لعنتی. وای جناب فریدون با شما یک هفته پس چون دو آدم کلان بخورده میتوانیم؟ حاضر میبینیم. هنر داری به میدان برو؟ فریدون جان نمیروی لطفا؟ خیر فریدون جون نمیروی؟ لعین خیر به خاطر تو یک هفته طاقت کنم جانم چی می شود؟ پیش از جنگاور شما خواهید ماند. سردارم هم دنبال و هم پاپ را از دست دادیم. هوی خوردن. لحینی دربارش بوده انیق شفقت بود لوند، انیق شفقت بود. آنها را بینن یکی دنبالای ساخته شده از دیگری پاپ ساخته به شرف ها. همش نشانه اخیر زمان سردارم. ها لوند به آن محله می رویم. شفقت رو شاید پیدا کنی. اوه کرتکلس از دست دادیم نصیب باشه نوبت شفقت رفیق سردارم. راستی که بگم از دست هر زمان هیچ نمیاد. همین خیلی ادامت گیر چقدر بسیار گم میزنی ها؟ باز مثل پیشتر شدیم زیاد. چیکار میکنیم اکنون؟ نمیدانم و باید کاری کرده اثبات کنم خودم رو سفید کنم دیگر چاره ای ندارم. وای برای با من امکان دادنت تشکر زیاد میلیس. حالا ایست یک هفته نشده است. ای دختر من به خاطر تو یک هفته نه یک عمر نمی جنگم. میبینیم باز یک عمر نمی جنگیده بوده است. بچه ها برای شما جیگوری بپزن. نپزی نمی شود؟ یعنی چی نیاز از بجگاری پختن؟ بسیار خوب نشسته ایم اینجا. اعتراض نمیخواهم. آماده میکنم. من خودم میکنم. زود میایم. ای وای خطری حیاتمان باز ادامه میکند اکا. خدایا هر بلایی که پیش آید دفعش کن. انشالله.
اکا کانون تامو خیلی را کشتا بودی گناه گرفته باشی یا نه؟ هیچ خیلی گناه گرفتیم تایلا او یک آدم افلاسه بود ما ثواب زیاد گرفتیم ثواب درست ثواب بسیار گرفتیم امیدوارم نمیفهمن که جگوری پخته رو از بیرون خریدم. خوش جگوری آماده شد. خیلی انه من صدای کسیدنش رو نشنیدم. این سیری کاری من است. من به صدا میپزم. هیچ چیز نشده ایستاده است کن؟ بسیار خوب است اکا. تشکر میکنم بنفشه عزیزم. دست درد نکند سنم جان بسیار خوب پخته است. آش جانت شیرینم. نهاری رو هم من میپزم. شما خوب کنید من خوراک رو آماده کرده شما رو بیدار میکنم. اکا تو به این دختر باور نکن. زنگی ساعت رو حتما مان. هجری شما خورده انگیرید در بند لباس ها مانده بود من آنها رو گرفته بیارم. تو بینشین سنم جان دختر در نصف شب بیرون نمیبراید من خودم حل میکنم. یا خدایا حالا چیزی نشده است. در این کار چیزی است اما اکا این حریف کی باشه؟ من چی میدارم اون میخواد دارد کی باشه؟ این بدبخت کیه؟ تو کیستی پسرم؟
اکا در دستش هم شمشیر دارد. پسرم تو کی هستی ها؟ کانون لیوانه، نمک و شرف. اکا او نامهای ما رو میدونه. تو نامهای ما رو از کجا میدونی ها؟ پیش از شما را کشتن یک سوال دارم. جنگاور کیست؟ تو کی را میکشی ایزار سرخط؟ با انا این لباسا گپی دیگر برادر بیزار شدم با همین لباسای پاپ یک کریس کمان در گردنم کشال نه با بوی قادرش میترسم نه کنان دیونش بوی بهاره انا اکه اونا سوزی؟ ها شالکت چه خیل هستی؟ چه سوزم شما سوز هستی؟ ای بیشرف چو کردم؟ لباس پاپ را کشیدی ها؟ سردارم لباس پاپ رو کی کشیده است که اکه اونا من میکشیدم اونا گفتم فریبتان کنم نشیده زنده باشی اکه اونا که اینجا بیا نمیو نگوریز اینجا بیا بشرف ایستا سری پاورات از رو تول خوردی آفرین شوکت آفرین ابا چه میمونی نورون بگردی اوهو یه بچه با تو کی؟ شوکت تو نام مرا کجا میدونی برادر؟ پیش از تو را کشتن یک سوال دارم بخیر باشد انشالله جنگاور کیست؟ یه بچه من با جنگاور مونندم من جنگاور پنگاور نیستم وای این گپ رو مون من با تو یک چیز رو گویم
تو اون نقش عدنان جسور رو چه خیلی اجرا کردی؟ قسم میخورم بسیار بهترین بود. چی فکر کردی؟ لازم شود ما هم دل جوشان داریم. دوشش حلالت کن. ملیس میدرویم بسیار دیر شده است. میدرویم وگرنه اینجا خوبه میبرد. بیا رویم. رفتیم. آه جانم، تو را یک روزی با حضور ندادم. قول میدهم که خوب می شود. روزهای خوب را می بینیم. کلس و کمار سیاه امشب جزای اژدهار سرخ را میبینه. جنگاور